چطور باید یک موضوع رو طوری توضیح بدیم که بقیه کاملا درک بکنن؟ اولین راه حل تطبیق دادنه، ادجاست کردنه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما با یه نفر میخوای صحبت بکنی، بهش یه موضوع سخت و پیچیده رو توضیح بدی که بفهمه، اول باید متوجه بشی که از کجا باید شروع کنی. باید سطحی که میخوای توضیح بدی رو با سطحی که اون شخص داره تطبیق بدی. حالا ما چطور باید این کامن گراوند رو، این زمین مشترک فهم رو پیدا بکنیم؟ چند تا راه وجود داره. اولش اینه که از یک مسئله ساده شروع بکنیم، یعنی بدون اینکه بخوایم توضیحات اضافی بدیم، دیتیل وارد توضیحمون بکنیم، یا از اصطلاحاتی که حالا توی اون شغلمون هستش یا توی اون محیط استفاده میشه بخوایم استفاده بکنیم، به ساده ترین و شفاف ترین و واضح ترین حالت توی جملات کوتاه حرف اصلیمون رو بزنیم. بعد چی کار میکنیم؟ بعد میایم عقب و منتظر اون ریاکشنی میشیم که اون شخص داره. دقیقاً انگار که داریم یک مینی اکسپریمنت انجام میدیم، یه تست کوچیک داریم انجام میدیم. یعنی به جای اینکه مستقیما از طرف مقابلت بپرسی فهمیدی یا تا اینجا مشکلی نیست یا یه همچین چیزایی که ممکنه بعضی وقتا معذب بکنه اون شخصو و الکی بگه که آره متوجه شدم، باید ببینی اطلاعاتی که بهش دادی چه تغییری توی واکنش یا فکر بعدیش ایجاد میکنه، چطور با گوش دادن، با ابزرو کردن. مثلا اگر یه نفر داره یه خونه ای رو میخره، شما بهش توضیح میدی که این خونه مثلا الان ارزان‌تر از خونه‌های مشابهشه به خاطر اینکه مثلا سندش هنوز نیومده یا هر مشکل دیگه‌ای که حالا داره. بعد اگر شخص بگه که خب پس قیمتش پایین‌تره، مشکل مالکیت نداره، پس یعنی فقط زمان بردنش مشکله، این یعنی اینکه آره اطلاعاتتون ارزشمند بوده، اونو تونسته دیکود بکنه و با دانش قبلی خودش ترکیب کرده، یعنی شما توی یک مسیر فکری هستین. اما اگر بگه که یعنی خونه سند نداره اصلا یا یه همچین چیزایی، این یعنی اینکه شما باید یه قدم برگردید عقب‌تر و دوباره اون بخش رو این دفعه واضح‌تر توضیح بدی. بعضی وقتا به این مرحله که میرسه بعضیا شروع میکنن تندتر و سخت‌تر و پیچیده‌تر توضیح میدن، مثال‌های بیشتری میارن، مسئله رو بیشتر باز میکنن. اما مرحله اول که گفتیم که باید خیلی سیمپل یعنی ساده توضیح بدیم، در واقع یک نقطه شروع بود. پس شما توی مرحله دوم وقتی فیدبک میگیری، وقتی واکنش اون شخص رو میبینید از نوع رفتارش یا سوالی که میپرسه، شما اگر لازمه که یک مرحله برگردید عقب میبینید اشکالی توی اون تیکه وجود داره، نباید بیشتر مسئله رو بازش بکنی. باید حتی از نقطه شروعت اون رو ساده ترش بکنی و جملات کوتاه‌تری بگی که این مشکل حل شه، مگر نه وارد مرحله بعدی میشید که چیزای دیگه‌ای هم به اون موضوع اضافه میشه و هنوز توی نقطه اول توی ذهن اون شخص گره ذهنی حل نشده و ممکنه که با شما پا به پا پیش بیاد، اما چون اون گره ذهنیتی ایجاد کرده براش که هنوز حل نشده، اون حرفای دیگه شما هم که ممکنه بهتون کمک کننده باشه سوخت میشه، چون هنوز اون مرحله عقب‌تری از شما هستش و اون بحران ذهنی که الان براش به وجود اومده حل نشده. نکته بعدی که میتونه به شما کمک بکنه که متوجه منظورتون بشن افراد این هستش که دانش گذشتهشون رو فعال بکنی. یعنی چی؟ یعنی از known، از چیزی که میدونن به سمت unknown حرکت بکنید. نقطه شروع شما از چیزی که خودتون میدونید نباشه، از چیزی باشه که اونا میدونن، already در حال حاضر میدونن، و بعدش به سمت چیزی برید که حالا مقصدتونه، هدفتونه و شاید اونا خیلی چیزاش رو ندونن. چطور این کارو میکنیم؟ چند تا راه خیلی ساده وجود داره. اول اینکه خب از نشانه‌های موجود باید حدس بزنیم دیگه. یعنی وقتی که شما با این نفر صحبت می‌کنی یه چیزی از پیشینش میدونی، از educational backgroundش میدونی، از background شغلیش میدونی. این چیزا به شما کمک میکنه که بتونید یه حدسایی بزنید. دومین نشونه اینه که به رفتار اطلاعاتیش نگاه بکنید. یعنی اینکه با اطلاعات جدیدی که بهش میدی چیکار میکنه. مثلا آیا از همون مفهومی که بهش گفتی یا از همون لغتی که بهش گفتی برای سوال بعدیش استفاده میکنه یا نه. یعنی مثلا اگر یه لغت تخصصی داری به کار میبری، حالا تخصصی به این معنی نیستش که داری یه لغت پزشکی به کار میبری. تخصصی منظور اینه که توی اون کانتکستی که داری صحبت میکنید اون لغت یکم تکنیکال حساب میشه، لغت مثلا روزمره حساب نمیشه. آیا توی اون موضوع از اون مفهوم استفاده میکنه بازم یا نه؟ اصلا به کارش نمیبره، تکرارش نمیکنه. انگار که اصلا وقتی راجع به اون موضوع صحبت میکنی بحثو عوض میکنه یا یه سوال دیگه میپرسه. شاید معذب نمیخواد که شما بدونید که اون تیکه رو اصلا نمیدونه، هیچی راجبش نمیدونه. یا یه چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که سوالی که میپرسه از یه مرحله جلوتر از توضیح تو هستش یا نه. معمولا کسایی که باشون صحبت میکنی و آشنا هستن، یعنی اطلاعات خوبی راجع به اون مسئله دارن، سوالی که میپرسن نزدیک به حرفی که تو داری میزنی یا یه مرحله جلوتر از تو رو میپرسن که شما بهش میگی که آره به اونجا هم میرسیم یا آره اتفاقا همینو میخواستم بگم. اینا یعنی نشون میده که اون داره هم مسیر با تو اون مفهومی که براش ساختی داره حرکت میکنه. اما اگر مدام به مفاهیم قبل‌تر داره برمیگرده و احساس میکنی که همش بحثه داره یه لینکی میخوره به اون بحث اولیه و بحث قبل‌تر، این یعنی اینکه اون نونش رو، اون منطقه‌ای که براش آشنا هست رو تو به خوبی نتونستی تشخیص بدی و این چون یه سری فاکتورها رو کاملا نمیدونه، روی توضیح تو داره یه حدس و گمانی میزنه ولی کاملا متوجه منظور تو نشده. پس چیکار باید بکنی؟ دوباره باید برگردی به نقطه اول و اون ساده سازی رو به صورت درست‌تری انجام بدی. مرحله آخر هم تکرار کردن هستش. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما بحث اصلی رو انجام دادی و میخوای به نقطه پایانی برسی، شروع میکنی یه اوتلاینی از استپ های قبلی میدی. مثلا میگی اول باید از جای ساده شروع کنی بحث رو، زبانت نباید سخت باشه، بعد باید اطلاعات رو از نون به آنون ببری، از منطقه آشنای اون شخص به منطقه ناآشنایی که هدف تو هست ببری و در انتها باید مواظب باشی که ریاکشن اون عقب گرد داره یا نه همپای تو داره میاد.
این مراحلی که الان بهتون توضیح دادم همون میشه مرحله ریپیت، یعنی یک اوتلاین میدی از تمام چیزایی که توی توضیحت استفاده کردی برای اینکه چک نهایی رو ازش بگیری. اگه چک نهایی رو گرفتی میتونی وارد مرحله عمیق‌تر بشی، یک لایه عمیق‌تری بسازی. در واقع مثل اینه که ما لیرد میکنیم بحث رو. اینجوری نیستش که فکر کنید که با یک ذهن به هم ریخته میتونیم وارد صحبت با یه نفر بشیم و بخوایم طرف رو قانع بکنیم یا بخوایم باهاش بیزنس بکنیم یا بخوایم بهش چیزی رو درس بدیم توی تیچینگ مثلا. اینجوری نمیتونید جلو برید، چون دنیایی که اون سیر کرده توش با دنیای شما متفاوته و اول و مهمترین چیز اینه که یک کامن گراوند، یک زمین مشترک پیدا بکنید و از اونجا شروع بکنید.